بیلان آب و نقشی که سنش از دور میتونه ایفا کنه. دوستان سلام، من آرمان صمدی ام و تو این ویدیو میخوام در مورد بیلان آب صحبت بکنم. بیلان آب اشاره داره به میزان ورود و خروج آب به یه منطقه‌ای که معمولا حوزه آبخیز هستش در یک دوره زمانی خاص. برای نمونه اگه من مثلا تو این ماه 50 میلیمتر بارندگی داشتم، چقدر تبخیر شده، چقدر تبدیل به رواناب شده و چقدر به صورت نفوذ در داخل منطقه من ذخیره شده. اینو بهش میگن بیلان آب. برای اینکه شما بیلان آب رو به دست بیاری نیازه که به دیتاهای همچون بارش، تبخیر تعرف و میزان رواناب دسترسی داشته باشید. طبق معادله‌ای که اینجا براتون نوشتم شما نیاز به این سه تا پارامتر دارید. اما این سه تا پارامتر به دست آوردنش از طریق ایستگاه‌های زمینی فوق‌العاده سخت هستش و اکثر هیدرولوژیست‌ها یا اونایی که کار علوم آب انجام میدن معمولا با مشکل مواجه میشن. اما ما به سادگی میتونیم بیایم از سنج از دور استفاده بکنیم و این سه تا مؤلفه رو به دست بیاریم. ما داده‌های بارش رو میتونیم از داده‌های مثل TRMM، GPM، شیپس به دست بیاریم. خود داده‌های ETO میتونیم با داده‌های FAO یا داده‌های مادیس به دست بیاریم و خود داده‌های رواناب هم میتونیم از مدل‌های مانند شمال منحنی به دست بیاریم. حالا دوستانی که علاقه‌مند هستن به دست آوردن بیلان آبی داخل مناطق خودشون میتونن از محصول آموزشی که آماده کردیم میتونین استفاده بکنید. توضیحات رو داخل کپشن براتون نوشتم.